کاکا جان، چرا قدر ناراحت و نگران هستی؟ 5 سال می شود دکانم را به این شخص به کرایه داده بودم، اما حالا ادعای مالکیت می کند. اسناد و شواهدم دارم، بازم قبول نمی کند. دچار سرگردانی شدم و نمیدانم به کجا مراجعه نمایم. خبر نداری؟ در اواخر شماره رایگان مشوره های حقوقی وزارت عدلیه فعال شده. تمام هموطنان میتونن از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر در موضوعات مختلف به گونه رایگان از این مرکز مشوره های حقوقی، قانونی و شرعی دریافت نمایند. واقعا چگونه می توانم تماس بگیرم؟ فقط به شماره 188 زنگ بزن و مشکل خود با اونا شریک کو. همچنان شهروندان بی بضاعت و ناتوان که در قضایای جزایی دخیل می باشند و نیز زنان و اطفال که با قضایای خانوادگی روبرو هستند و توانایی پیشبرد قضیه خود را ندارند می توانند در مرکز به ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه و در ولایات به ریاست های مربوطه عدلیه مراجعه نمایند تا مطابق اصول شریعت اسلامی از حقوق قانونی و شرعی آنان دفاع صورت گیرد.